أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هر آن کس به ظاهر مسلمان شده است چون که یهودی و ترسا بوده است، چون کس که بر سابعی روی برد، دل خویش هر کس به هر دین سپرد. گر از باطن جان به پروردگار، بیاورد ایمان و روز شمار. عملهای شایسته کرد و سزا، به نزد خدایش بیابد جزا. نه اندوهگینند و نه بیمناک، ز فرجام گردون ندارند باک. 62. بیاد آورید ای بنی اسرائیل، دگر باره پیمان رب جلیل. که خود پاس پیمانتان داشتیم، به راز شما کوه افراشتیم. بگفتیم گیرید محکم به دست، کتابی که دادیم و نازل شده است. فرامین آن را بیاد آورید، امید است بر سوی تقوا روید. 63. دریغا دگر بار رو تافتید، به عصیان و تکفیر بشتافتید. اگر رحمت و فضل پروردگار، نمی بود در حقتون آشکار. به تاوان این جرمهای عیان، فراوان بدیدید روی زیان. 64. شما خویش دارید بی کوتهی، ز فرجام اصحاب سبت آگهی. که از حکم شنبه به خیره‌سری، تجاوز نمودند و عصیانگری. به آنها بگفتیم با روی سرد، چو بوزینه باشید و گردید ترد. بشد مایه عبرتی بس گران، بر آیندگان نیز بر حاضران. همین گونه بر پارسایان دهر، بشد مایه پند این گونه قهر. 66. زمانی چو بگذشت از آن عذاب، به قومش چنین کرد موسی خطاب. که دستورتون داده رب بشر،
که از ماده گاوی ببرید سر. بگفتند اون قوم باطل پسند، که آیا تو ما را کنی ریشخند. بگفتا از الله خواهم امان، اگر باشم از بی خرد مردمان. 67. بگفتند پرس از خدایت کنون، که اوصاف اون گاو چون است چون. بگفتا که فرمود رب جهان، که نه پیر باشد نه باشد جوان. میان سال گاوی به دست آورید، چو مأمور هستید فرمان برید. 68. دیگر باره گفتند کین فاش نیست، بپرس از خدایت ورا رنگ چیست. بگفتا خدا گفت گاو است زرد، که رنگش دل ناظران شاد کرد. 69. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مگر میرفت استاد مهینه، خری می برد بارش آبگینه. یکی گفتش که بس آهسته کاری، بدین آهستگی بر خر چه داری؟ چه دارم؟ گفت دل پرپیچ دارم، اگر خر می بیفتد هیچ دارم. قبلا سرکه را در شیشه های بزرگی قرار می دادند که جدار بسیار ظریف و شکننده داشتند و برای این که نشکنند دور تا دورشون کاه و کلش ساقه برنج قرار می دادند. بهینه صورت او بود و انبیا ابجد، مهینه معنی او بود و اصفیا اسما. پس استاد بزرگواری باری از شیشه را بر خری به آهستگی می برد. یکی از او پرسید عجب آهسته کاری، به این آهستگی بر خر چه داری؟ او نگفت که چه دارم، ولی گفتش دل پرپیچ دارم، اگر این خر بیفتد تمام سرمایه من از بین خواهد رفت. مثال عمل صالح نیز چنین است، تا آخرین لحظات حیات خطر راهزنی و گناه در پیش است، تا اون عمل پاک به ساحت اخروی نرسد. خداوند هم فرمود من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. کسی که با عمل صالح اینجا برسد، پس رسیدن عمل به پاکی تا روز قیامت مهم است. ان الذين آمنوا، آن کسانی که ایمان آوردند. و ما هم قبلا از قول مفسرین گفتیم که ایمان عبارت است از عمل همراه با اعتقاد و باور است. یعنی انسان معتقد که گوهر پاک داشته باشد و عمل نیک انجام دهد، آن می شود ایمان. لذا در قرآن همیشه بعد از ایمان عمل صالح تأکید می شود. ان الذين آمنوا والذين هادوا. ببینید اینجا نظر قرآن بر ایمان ظاهری است، آنانی که فقط ادعای مؤمن بودن دارند. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئین. این اسما چه مسلمان، چه یهودی، چه مسیحی و چه طرفداران پیامبری حضرت یحیی علیه السلام
شرطی دارند تا ایمانشون قبول شود. اسم جستی رو مسما را بجوی. شرطشون این است که ایمان به خداوند داشته باشند و گفتیم ایمان همراهش عمل صالح نیز خواهد بود و اعتقاد به روز قیامت. من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا. اگر مسلمان است باید من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا باشد تا ایمانش مورد قبول واقع شود. همچنین یهودی و مسیحی و پیرو حضرت یحیی اگر آنها به خداوند ایمان داشته باشند و روز قیامت را قبول داشته باشند و عمل نیک انجام دهند فلهم اجرهم، پس عند ربهم، پس اجر آنان نزد پروردگارشون خواهد بود. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، و آنان هیچ ترس و اندوهی نخواهند داشت و میزان اجر آنان آنقدر زیاده است که کلمات گنجایش ترسیم آن را ندارند. و اذا اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة واذكروا ما فیه لعلکم تتقون. و اذا اخذنا، بیاد بیاورید هنگامی که و اذا اخذنا میثاقکم، هنگامی که از شما تعهد گرفتیم. ببینید آیات قرآن به مثابه قطعات پازل میمانند. در این آیه این تعهد را بازگو نکرد که چه تعهدی است، ولی در آیه 83 همین سوره آمده و اذا اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربى والیتامی والمساکین و قولوا للناس حسنا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. پس بندهایی از این پیمان را در آیه 82 سوره بقره آشکار می سازد. عبادت غیر خدا نکنید و بالوالدین احسانا، که در جای خود این را بازگو خواهیم کرد انشاءالله. و بالوالدین احسانا، و به پدر و مادر نیکی کنید و درست بعد از ایمان به خداوند نیکی به پدر و مادر آمده است، زیرا آنان پس از خداوند سبب استمرار بشریت هستند. حالا برمیگردیم به آیه و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور. اعراب به کوه طور میگویند، پس ما کوه را بالای سر شما قرار دادیم. در آیه 171 سوره اعراف میفرماید و اذ نتقنا الجبل فوقهم كأنهم ظله و ظنوا انه واقع بهم خذوا ما آتیناکم بقوة واذكروا ما فیه لعلکم تتقون. کوه را خرد و تکه تکه کردیم و آن تکه ها را به مانند ابری بالای سرتون حرکت دادیم تا زمانی که گمان کردید که هر لحظه بر سرتون خواهند آمد، ولی نیامدند و اونجا از شما تعهد گرفتیم. حالا کم کم محتوای آیه روشن می شود. و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور. این پیمان را از شما گرفتیم. خذوا
ما آتیناکم به قوه، خذو بگیرید، ما آتیناکم این کتابی را که حضرت موسی علیه السلام آورده به قوه، محکم، که امام صادق علیه السلام وقتی از چگونگی این محکمی گرفتن این کتاب میپرسند میفرماید به قوت العقول و قوت الابدان، هم باید مطالب کتاب‌های آسمانی را بفهمیم و هم از فهمیدنشون دفاع کنیم. واذکروا ما فیه، و بیاورید آنچه در آن است، لعلکم تتقون، شاید راه تقوا پیش گیرید. تقوا پرهیز از گناه برای رسیدن به قرب حق که ثمره آن فلاح و رستگاری است. ثم تولیتم بعد ذلك فلولا فضل الله علیکم و رحمته کنتم من الخاسرین. ثم سپس تولیتم روی گردان شدید، ولولا اگر نبود، فضل الله فضل خداوند و رحمته و رحمتش، لکنتم من الخاسرین قطعا از زیانکاران بودیم. ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین. قرآن باز جریانی دیگر از بنی اسرائیل زمان حضرت موسی را برای یهودیان زمان پیامبر ختمی مرتبت بازگو می کند. ولقد براستی قرآن تأکید می کند، علمتم آگاه هستید، الذین اعتدوا منکم فی السبت از آن کسانی که از شما بودند و در روز شنبه از حدود و فرمان الهی تجاوز کردند. فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین، پس به آنها گفتیم که به صورت بوزینه های زیانکار تبدیل شوید. و اما جریان سبت، روز شنبه، که سبت به نام تعطیلی می باشد که قوم یهود روز شنبه را تعطیلی اعلام کرده بودند. حضرت علی علیه السلام نیز می فرماید نعوذ بالله من ثبات العقل، پناه میبریم به خدا از تعطیلی و خفتن عقل. خداوند در اون روز تعطیل صید ماهیان را منع نموده بود. ماهیان هم در اون روز دسته دسته از دریا و رود نیل به سمت ساحل می آمدند. آنها را در روز شنبه صید نمی کردند، ولی پشت سر ماهیان مانعی قرار می دادند تا به دریا بر نگردند و در روزهای دیگر هفته صیدشون می نمودند. در حقیقت فرمان خداوند را به بازی می گرفتند. خداوند نیز بر حسب این رفتار آنان را به صورت بوزینگانی بدخوی درآورد. کمی مطلب را باز می کنیم. یک وقت امام صادق علیه السلام برای ادای فریضه حج در مسجد الحرام نشسته بود. یکی از اصحاب عرض کرد ابن رسول الله ما اکثر الحجیج، امسال حاجی زیاد است. امام فرمود ما اکثر الضجیج و اقل الحجیج، زجه زیاده است و حاجی کم است. عرض کرد یعنی چه؟ امام فرمود در بین دو انگشت من را نگاه کن. دید دور تا دور مسجد الحرام گله های حیوانات اهلی و وحشی طواف می کنند.
بلابلای اونها هم معدود انسانهایی هستند که با احرام در حال طوافند. انسانها بر حسب نیاتشون عمل می کنند. پیامبر خدا فرمود انما الاعمال بالنیات. پس عمل بر اساس نیت افراد ارزش گذاری می شود. بعضی هستند که نیت شیطنت دارند. بعضیا می خواهند دیگران را با زبان خود لت و پار کنند، یعنی رفتارهای بد و گناه‌آلود و به تعبیر دیگر سیاهکاری. حالا اگر این رفتار مدام شود به صورت ملکات در می آیند که قوای عقل را به استخدام می گیرند و انسانها در حقیقت افعال حیوانات را انسانوار انجام می دهند. پس از تکرار غالب خلقیات اون انسانها به صفات حیوانی تبدیل می شوند. دوست دارند بیشتر شیطنت کنند، یعنی دیگران را گول بزنند. دوست دارند بیشتر تهمت و غیبت و افترا بزنند، یعنی دیگران را با زبان لت و پار کنند. نعوذ بالله. وقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین. این کونو قردة خاسئین ای کاش فقط بوزینه می شدند، ولی در زبان عربی اگر یا و نون پس از اسم قرار بگیرد به معنای این است که آنان می دانند که انسانند ولی به صورت بوزینگان زیانکار در آمدند. و جعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظة للمتقین. و قرار دادیم نکالا این عقوبت و کیفر سخت را عبرتی زیانبار، لما بین یدیها برای حاضران و ما خلفها و نسلهای پس از آن و موعظة للمتقین و پندی برای پرهیزکاران. و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. باز جریانی دیگر از این قوم لجوج و عنود را قرآن تعریف می کند. و اذ قال موسی لقومه، اونگاه که حضرت موسی به قومش گفت ان الله یأمرکم، خداوند به شما دستور می دهد که ان تذبحوا بقره، که گاوی را بکشید. نظر اول هر گاوی باشد اشکالی ندارد، ولی اونها در جواب به سومین پیامبر اولوالعزم گفتند اتتخذنا هزوا، آیا ما را به مسخره گرفتی؟ تهمت مسخرگی به پیامبر خدا زدند. قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، به خدا پناه میبرم ان اکون، که باشم من الجاهلین، از نادانان. قرآن وقتی یک قصه ای را نقل می کند چندین هدف را در جلوی بصیرت انسان قرار می دهد. اولا پند و اندرز برای اون قوم و دیگران پس از آنان. ثانیاً تمرد و لجاجت قومی با پیامبر زمان خود و حتی تا به حال. ثالثاً صبر و شکیبایی اون پیامبر در مقابل
جهل و عناد اون قوم، رابعاً عفو و رحمت الهی. ماجرا چیست؟ اگر یادتون باشد در آیه 63 این سوره که آیه میثاق بود، با تبیین این میثاق که در آیه 83 همین سوره مبارکه آمده و اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا آمده، یعنی بعد از عبادت خاص الهی بلا فاصله نیکی به پدر و مادر توصیه شده. حالا حضرت امام رضا علیه السلام می‌فرماید فرزندی به پدرش نیکی می‌کند، پدرش در قبال آن نیکی گاوی به او هدیه می‌دهد. زمان می‌گذرد. در اینجا ششمین امام نور حضرت باقر علیه السلام می‌فرماید جوانی به خواستگاری دختری می‌رود و پدر به او پاسخ مساعد نمی‌دهد و دختر را به همسر یکی از نیکان بنی اسرائیل که به خواستگاریش آمده بود در می آورد. خواستگار نخست در پی این جریان کینه پدر دختر را به دل گرفته و در فرصتی مناسب او را از پا درآورده و خود نزد حضرت موسی علیه السلام شتافته که ای پیامبر خدا، عموزاده مرا کشته اند و قاتل ناشناخته است. این بیدادگری بر موسی علیه السلام گران آمد. از این رو به چاره اندیشی پرداخت و پیام رسید که چگونه موضوع را روشن کند. پس از خداوند می‌خواهد که واقعیت این قتل را روشن سازد. خداوند دستور می‌دهد که گاوی را بکشند و قسمتی از آن را به جنازه مقتول بزنند. به امر خداوند زنده شده قاتل را معرفی می‌نماید. در نهایت گاو اون جوان نیکوکار که به پدرش احسان کرده با اون خصوصیات پیدا می شود. جوان در قبال پر کردن جلد اون گاو از سکه های طلا گاو را به آنان می فروشد. ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. خداوند دستور می دهد که گاوی را بکشید. قالوا اتتخذنا هزوا، آیا ما را به مسخره گرفتی؟ قال، حضرت موسی علیه السلام گفت اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، به خدا پناه میبرم تا در زمره جاهلان باشم. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، گفتند از خدایت بخواه نه از خدایمون بخواه. یبین آشکار کند، ماهی چگونه گاوی است. ببینید چون آنها تهمت مسخرگی و همچنین سختگیری نمودند، خداوند نیز بر آنها سخت گرفت. گفت آسان گیر بر خود کارها که از روی طبع سخت میگیرد جهان بر مردمان
سخت کوش. قال انه یقول، گفت خداوند میفرماید، انها بقرتون، اون گاویست، لا فارض، نه پیر ولا بکر و نه جوان، عوان بین ذالک، میان سال است، فافعلوا ما تؤمرون. این فای آمده روی فافعلوا گواه این است که این امر الهی را به تأخیر نیندازید و به این دستور سریعا عمل کنید. قالوا ادع لنا ربك یبین لنا ما لونها قال انه یقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. گفتند از خدایت بخواه آشکار کند رنگ آن را. گفت انه یقول انها بقرة صفراء فاقع لونها، صفراء زرد، فاقع پررنگ، تسر الناظرین که منظر آن باعث شادی بینندگانش می شود.